شیر آقا چی گپ است؟ یک زن آستا صدای مردم میشنوه. چی میگی بو؟ گوشی نگرفته دیار وقت قبولی گفت اگه میمونه از گوشنگی صاف شد. این بولی را بردم الله نام خدا. او سر بله 3 نفر اینقدر نام. کمبر میفهمی تو از کدام خاندان زن گرفتی یه نتیجه از یک زن آستا که دو خانه میمانه است. میگم که تو دسترخوان پدر ندیدی آستا نان لالا آقای نام داشته. کم وقت چی ندیدی؟ کل دسترخوان لالا آقای مسکف خیرات سرش نتر گفتی از آن تو زن داری که تیار نکنه خانیم الله چی ماشکی چی خوب گفته. چی خوب لالا کبابه ای گلپی بولانی وی صدقه شای مشک نان نکو چرش که بی برکت میشه. شیرین گل جان چشکلان گفته چشکلان بازون هم مثل بوریان هم مثل ککرک. شیرین گل جان چون تلک میکنی معلوم بار بگم میگه مثل بولانی های سکنجه گرده برآمده گل شیرین تواره که ما هم در تندار میچشید باز همراه نوک چنگک بودم میکشید که تو زغال مغالدمی دارت میدم. زغال نبود و کاربون بود. کاربون بله کاربون اونمون کاربون است که تو نمیتون چیری به مرگ ججل داغ سخت آمده. کاربون اون بخیده چه دولت رو بگه نون یکی بود مثلا نمیدم یخش هم مزه ده. چقدر مزدار است. اوی جانم تو پخت خوب تو از کجا یاد گرفتی؟ بوی خدا بیاموزیش. دوایش کن اوی جانم. بوی از خود بگو غیر نام از امولن میگیرم بوی کمبخ چرا میگم انا خلق تو خودت نگفتی به زبان خود گفتی که تا اینه من خمام رو بکشده عدس بوی یاشون خودم یاد بینم بکنی گفت نزدی بس دیگه که تو میگی غیبتی بوی دانکت قف میکنه سیما و چکش خود کدی دیگه چی میخوایی؟ درست میگه که میگه نیکی رو بدیست. تو را میگم کدام نیکی؟ قوشر وی یادت وقتی که 9 روز بودی کسی بوتای کوری بلند و هم یک نمره کلانتر از این سر اولی دو سر اولی کر میرفی. های باز کلگی مرا میگفت که رفتارت کوک زری واره. جانمر امو بوبوی بود که کالا پوشی نبره تو یادت دار. اولین دفعه بوبوی به ساعت در دست بسته کرده بود. در خاندان شما که ساعت دیده بود؟ ساعت دیده بودیم اینی ما را میگم کمبخ یادت دست که در دالیز لال آقای میشن برابر قدت ساعت بود که در زیرش هستت میشید قدت این قدت سایده کردی باز اقا ساعت قابطلای دیگه زنجیردار در جیبش بود. کمبخ تمیش هستت چه نمیخوردی؟ زن شما را تنکر که میمونه انتظاره من از پدر دسترخوان داشتم نان من به تمام جای نام داشت. کمبخ در خانه تو آمدیم بیکار شدیم. دسترخان تیار در خانه در بالا سرششتی سری ببویم همر کردی تیار برای تورده تیار خوردی تیار خورده دسترخان داشتیم. الله اوسانای کورت کنم من میگم بوغمی روی دلت شود تو خوردم منکره. کجا تو یک نان برای من پخته کرده بودی؟ چی نخوردی؟ تو خونیم بند اصلا دادا جان تا جان من نمانی سهلنگی برای گرفته به این جوانی از جان خود من خیسته نمیتونم. خوب جوانی هم داشتی کار سر 6 رفتی در 6 رفتی یک روز نگفتی که بگم یک تلگک چای ایلداره بخور غیر از که در چای ما زنجفیل انداختی بخور که سوار میشی بخور که فایده داره. خوب فایده داشت اون روز کاری شور میخورم فرد کده نافت میشه. بخی از تو 6 نافت میره بخی بابا رفته و لگه نبوبش وقت بردیم 2 سالم ششتیم دسترخانم